در تفلیس پایتخت گرجستان که پس از قبول قانون گماشته خارجی از طرف پارلمان این کشور یک جنبش سیاسی نزدیک به کرمل طرحش را پیشنهاد کرده بود، شب دوم است که مردم دست به اعتراضات گسترده زده خواهان لغو این قانون شدند. اعتراضات پس از آن سر زد که پارلمان گرجستان روز 7 مارس سال 2023 طرح قانون را درباره اگنت خارجی به حضور نمایندگان اصحاب مخالف بررسی و قبول کرد. نمایندگان جامعه شهروندی و اعضای حزب‌های مخالف این طرح قانون را روی بردار و پیروی از عین قانون روسیه نامیده میگویند که این قانون برای سرکوب و پرونده‌کشایی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی تهیه شده است. طرح این قانون را سابق وزیر گرجستان سرمایه‌دار بدزین ایوانیشویلی طرح‌ریزی کرده به پارلمان پیشکش کرده است. این اولیگارخ که ثروتش را اساساً در روسیه جمع آورده است، با بیانیه‌هایش به ضد پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا و به طرفداری از نزدیک شدن تفلیس با روسیه معروف است. هنوز در ماه فوریه سال 2023 در پی رسانه‌ای شدن خبر این طرح قانون چند دفعه روزنامه‌نگاران گرجی در نزد بنای پارلمان با نشان اعتراض جمع آمده بودند. 2 مارس باشد هنگامی که چند تن وکیلان در پارلمان از این طرح تنقید کردند، پلیس روزنامه‌نگاران و مخالفین حکومت را از بنای پارلمان راند. در این راستا آمریکا و اتحاد اروپا نیز قبول چنین قانون را تأسف‌بار خوانده گفتند که پذیرفتن چنین یک قانون باعث قبول نشدن گرجستان به هیئت اتحاد اروپا می‌گردد. این طرح را پرزیدنت گرجستان سلام زوراباشویلی نیز نپذیرفت و گفته بود که به آن حتما ویتو می‌گذارد. این قانون سازمان‌هایی را که از کشورهای خارجی مبلغ می‌گیرند تحت نظارت جدی مقامات قرار داده در حالت سرپیچی آنها را می‌تواند به جوابگری کشاند. طور تجربه روسیه نشان داد هر شهروند حتی بدون داشتن یگان سازمان هم می‌تواند زیر بار این قانون رود. حتی بعضی بلاگرها برای گرفتن مبلغ خود از یوتیوب و گوگل نیز اگنت خارجی اعلان شده در آینده مفلس شدند و بیکار ماندند، چون از روی این قانون در روسیه داشتن همه گونه ارتباط با شخصان و سازمان‌هایی که تمغه اگنت خارجی گرفتند میتواند عاقبت ناخوب داشته باشد. برابر قبول قانون اگنت خارجی شام 7 مارس مقدار زیاد مردم در نزد پارلمان گرجستان جمع شدند. نزدیک به شب باشد تعداد زیاد مردم گفته می شود از 7000 تا به 10000 نفر به خیابان‌های شهر تفلیس برآمده راهپیمایی اعتراضی دایر کردند، ولی برابر نزدیک شدن به بنای پارلمان پلیس و نیروهای مخصوص گرجستان برخورد سخت نسبت به اعتراضگران نشان داده دست کم 66 نفر را بازداشت کردند. شب 8 مارس باز باشندگان پایتخت گرجستان به نشان اعتراض و از شب گذشته به مراتب زیادتر به خیابان‌های تفلیس ریختند و از حکومت درخواست لغو قانون قبول شده و آزادی اعتراضگران شب گذشته دستگیر شده را طلب کردند. این راهپیمایی به برخورد شدیدتر از جانب پلیس روبرو گردید. در جواب بعضی از تظاهرگران نیز به سوی پلیس سنگ پرتابی کرده قوطی‌های پرتاب را آتش زدند. نیروهای پلیس باشد با استفاده از گازهای اشک‌آور و ماشین‌های مخصوص آبپاش که با نام ودمیات معروف است تظاهرگران را تعقیب کردند. در همین حال شب گذشته رهبر حزب مخالف استراتژیا اگماشینبلی گریگوری واشیدزه برابران حزب حاکم آرزوی گرجستان شرط گذاشت که باید قانون قبول شده فوراً بازپس خوانده شود و همه بازداشت شدگان تظاهرات به قید و شرط آزاد شوند، وگرنه تظاهرات را ادامه میدهند. بنا به خبرها روز 9 مارس حزب حاکم آرزوی گرجستان و جنبش نیروی خلق که هر دو یکجای این طرح را به پارلمان پیشنهاد کرده بودند تحت فشار اعتراضگران گفتند که قانون پیشنهاد کرده خود را بازپس گرفتند. نماینده اتحاد اروپا از این رفتار حکومت گرجستان تحسین کرده گفته است که گرجستان باید برای پیوستن به اتحاد اروپا کوشش کند از هر گونه قانون‌های سرکوبگر دور جوید.